انقدری که شما به من گفتید دوئل یاد بده، واقعا تو خود بازی انقدر موقعیت دوئل پیش نمیاد. ولی رو چشم 7 مدل دوئل میخوام بهتون یاد بدم، 4 تاش این قسمت، 3 تاش قسمت بعدی. بزن بریم. تا داره اینترو پخش میشه لایکو بزنش کنیم. سلام درود رفقا، بردیا هستم. خیلی به کانال خودتون خوش اومدین. قراره توی این ویدیو گل تو کدومه یکی از دوئلایی که قراره یاد بگیرید الان گل تو کدوم دستمه. نکتهش همینه که میخوام بهتون یاد بدم چه تکنیکایی استفاده کنید که دوئلای خیلی خفنی داشته باشید. اگه برای اولین بار منو میبینید همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو هم لایک بکنید که ویدیوهای بعدی من بتونید ببینید. کلی قبلا آموزش گلیا پوچ گذاشتم، بازم براتون میذارم. بچه‌ها دوئل باید 3 تا چیز توش رعایت بشه. اولیش اینه که باید کوتاه باشه. یعنی ببین همه جوره بازی میکنن و چیزی که بر اساس حالا تجربه و آنالیز و اینو من بهش رسیدم، اگر اینطوری باشه خیلی بهتره. کوتاه باشه. 2 ساعت که بازی بکنی، بازی‌های مختلف انجام بدی، کارهای مختلف بکنی، حریف ریتم بازی تو در میاره. خب ولی اگه کوتاه باشه، مثل اون حرکتی که اول کردم که مسلم تو بازیش انجام داد، خیلی جذاب‌تره. پس نکته 1 کوتاه باشه. نکته 2 خودت هم نفهمی چی شد. جدی بهت میگم، وقتی خودت نفهمی مثل این حرکت نگاه کن، خودم هم نفهمیدم در لحظه اول رفت تو راستم یا رفت تو چپم. حالا اینم بهتون یاد میدم، خیلی باحاله اینم. نکته سومش چیه؟ یهویی تموم شه. اگر دوئلتون یهویی تموم بشه، مکمل قبلی است که خودت هم نفهمی چی شد. یهو تموم میشه، مخاطب حریف فکر میکنه میخوای بازی کنی، ولی یهو گم میکنه گلو، چون یهو تموم میشه. مثل کاری که احمد کرد، یهو تموم کردش دوئلش رو. خب کلا این 3 تا رو اگر رعایت بکنید دوئلای خیلی خفنی دارید. بریم سراغ اولیش. اولین دوئلی که میخوام بهتون یاد بدم همین روشیه که مسلم استفاده کرد توی دوئل اول بازی بود که معلوم شه گل دست کی باشه، که من الان گل رو رد کردم. بچه‌ها از این ور ببینید، این مدلی که حالا میگن مثل قنچه دست، گل رو گذاشتیم اینجا، بازی شروع میشه، دوئل شروع میشه، شما یه لحظه تمام. حالا یه نکته‌ای داره، اگه بخواید وردارید ممکنه این پایین معلوم شه یا سری نتونید وردارید، ولی اگه ضربه بزنید، نگاه کن اینو، نگاه کن چجوری بهتون بگم، میبینی گل میپره بالا، گل میپره بالا. شما ضربه بزنید، نگاه کن گل کجا فرود اومد، نگاه کن ضربه که میزنم میپره بالا، شستمو میبندم میادش اینجا. نخواستیدم وردارید که همینجوری چیز کنید، یعنی ضربه رو نزنید، گل رو نگیرید. به همین راحتی هم کوتاه، هم خودت نمیفهمی چی شد، هم یهویی تموم میشه. آقا این روش رو من یه جا رفته بودم بازی کنم، یه بنده خدایی اولا گلگیر به شدت حرفه‌ای بود، من پرام ریخته بود. سلطان رکب بود، یعنی یه حرف سالم از ذهنش بیرون نمی اومد، کلا جملاتش رکب زدن بود و واقعا تک ضرب گله مشی میگرفت، من پرام ریخته بودش. که یه حرکت جالبی زد، حالا نمیدونم تو دوئل بود یا می‌خواست شروع کنه بازی رو، اینجوری بود که گل انداخت بالا، اینجوری کرد، تمام، الان گل اینوره. حالا نگاه کن، حالا نگاه کن، الان گل اینوره. هیچ فرقی نمیکنه با هم. حالا بیاید از این زاویه که بالاه ببینید، قشنگ متوجه میشید. بچه‌ها این روش یه ذره تمرین زیادی میخواد. داستان چیه؟ گلو میندازی بالا، دستاتو اینجوری میگیری، یعنی این وسط باید باز باشه. حالا این روش هر 3 تا رو داره، هم کوتاهه، هم سریعه و یهو تموم میشه و دقیقاً اینه که خودت هم نمیفهمی چی شد. خودت هم نمیفهمی چی شد. چرا؟ حالا بیا اینور. چون وقتی گل میاد پایین، ممکنه از این لا رد شه بیفته تو این دستت، ممکنه مثلا بخوره روی این انگشتا بمونه تو همین دستت، یعنی عملا خودت هم تا بعد از تموم شدنش نمیفهمی گل تو کدوم دسته. میندازی بالا، لحظه‌ای که میرسه جفت دست رو باید همزمان، نه که مثلا افتادی و اول اینو ببندی بعد اینو. تمرینش به همینه. میندازی بالا، سری میبندی، میندازی بالا، سری میبندی. الان اومدش اینور. خیلی خفنه بچه‌ها، این روش فوق‌العاده است. اینو حتما امتحان کنید، واقعا عالیه. و گل اگه بالاتر هم بندازید خوبه. اینجا بندازید مخاطب دستتون رو میبینه، ولی مثلا تا این ارتفاع بندازید نگاه ها بیاد بالا، قطعا متوجه نمیشه. بریم سراغ بعدی. رفقا قبل اینکه بریم سراغ نکته بعدی و آموزش بعدی، 2 تا دیگه تکنیک مونده، اونام خیلی باحالن. لایک و کامنت یادتون نره. اگر میخواید چیز خاصی یاد بگیرید توی کامنت ها بهم بگید و ویدیوهای قبلیمو ببینید. انواع اقسام آموزش‌های گلگیری دارم، آموزش‌های رد کردن‌های نمایشی دارم، انواع پلیرهای توی مسابقه رو من بازی‌هاشون رو یاد دادم. احمد، عمو حسن، عمو رجب، امید، آیا ادیبزاده، همه اینا رو من بهتون گفتم قبلا. حتما ویدیوها رو حتما نگاه کنید. این یعنی تاکید خیلی زیاد. تو چقدر عزیزی، قربونت برم من. و
کانال رو سابسکرایب بکنید اگر علاقه‌مندید به گل یا پوچ یا شعبده بازی. بریم سراغ بعدی. دو تا روش بعدی که میخوام بهتون بگم خیلی کوتاه و راحت هستن. نکته اول، این روش پخش گل بود که قبلا یادتون داده بودم که مطمئن ترین روش پخش گله. 3 تا ویدیو پخش گل گرفتم که تو کانالم میتونید برید ببینیدشون. کارت یکیشون هم میاد این بالا، تو دیسکریپشن هم براتون میذارم که این روش من بهتون گفتم مطمئن ترین روشه. نگاه کنید الان از این زاویه ببینید، الان گل رد نشد، الان گل رد شد. دستتون هیچ فرقی نمیکنه حالتش و روش مطمئنیه و خب بهترین روش برای دوئل. گل رو بذارید اینجا، تمام. به طرف گل تو کدوم بره. شما هم میتونید راحت رد کنید، هم میتونید راحت رد نکنید و واقعا روش مطمئنی هستش. روش بعدی این حرکت آقای ادیب زاده است که من قبلا آموزشش رو 2 بار دادم. الان خیلی سریع ازش رد میشم. کارت آموزشش میادش این بالا که چیکار میکنی؟ گل الان اینجاست، تموم شد بازی. و نکتهش چیه؟ اینه که همون لحظه اولی که مخاطب یعنی حریفتون آماده است و گل رو نشونش دادید و میخواید بازی کنید، فوت میکنید بدون هیچ بازی اضافه‌ای. همون لحظه که شروع شد تمام. یا گل رو رد میکنید مثل من یا رد نمیکنید. نکتهش اینه که گل پایین ترین جا توی دستتون باشه و این دستتون رو وقتی میخواید بیارید اینو چجوری بهتون بگم، یه تکون بدید گل خود به خود میفته و به این صورت این میره جلو این میاد عقب. هم کوتاه، هم یهو تموم میشه، هم خودتون هم نمیفهمید چی شد. اگه حال کردید با این ویدیو لایک و ساب و کامنت یادتون نره. دمتون گرم.